منان ابرم kimi آیم زی دریا روانم در بدر صحرا به صحرا نشانه کش زارتش نیکو کی بارانم سراپا نشانه کش زارتش نیکو کی بارانم سراپا به خاکستر چی آتشا کی خفته چی ها در این لبان اینا شکفته منم ساحلی خاموشی سنگین که طوفان در گریبانش نهفته منم ساحلی خاموشی سنگین که طوفان در گریبانش نهفته منان ابرم kimi آیم زی دریا روانم در بدر صحرا به صحرا نشانه کش زارتش نیکو کی بارانم سراپا نشانه کش زارتش نیکو کی بارانم سراپا غباری خیمه در عالم گرفته زمین و آسمان
هستین که خاکی غم گرفتم چه فصل هستین که اخمندان دیدین چه شهر هستین که خاکی غم گرفتم چه شهر هستین که خاکی غم گرفتم چه شهر هستین که خاکی غم گرفتم درود دوستان ارجمند، باور دارم که این ترانه را در یاد دارید. یکی از ترانه‌های معروف حافظ خلقی تاجیکستان، زنده یاد تقوی مراد خوشوقت. و دوستان عزیز، در برنامه خاطره ها فرزند ایشان حضور دارند، اکمل تقوی مراد، که با یک ترانه زیبای پدر برنامه ما را آغاز بخشیدند. شما را خوش آمدید میگویم به برنامه. شما امروز با صدای خود، با هنر خود، نام پدر را، هنر پدر را زنده نگه می‌دارید. تا جایی که میدونم از میان فرزندان پدر یگانه شما به سمت صنعت، به سمت هنر رفتید. من از خردی درد ذوق داشتم، و جرأت نداشتم، نمیخوندم، در سرود نمیخوندم. بعد گذشتن پدرمان من همین ساحه کسب پدر خود رو انتخاب کردم و دوام دادم. چند سال داشتید وقتی که پدر گذشت؟ وقتی پدر از دنیا گذاشتن 13-14 ساله بودم. خب 13-14 ساله فکر میکنم خاطره های زیاد دارید در این سن سال. خاطره بسیار نیستن، کم، برای که ما پدر رو کم میدیدیم در خانه. بسیار در سفرهای هنری بودن. در خانه چی کار میکردن اصلا؟ کار ایجادی میکردن، در کارهای خانه کمک میکردن؟ تا جایی که میدونم مثلا در انجام دادن کارهای خانه خیلی ماهر بودن، با اینکه مثلا قوه بیناییشون خیلی کم بود. بعضی کارهایی را که مثلا شخصانی سالم انجام میدادن به خوبی انجام میدادن. بله راست دیگه، ما در خانه پدر خود رو ما نابینا حس نمیکردیم. ما خیال میکردیم که اون کس میبینن، همه خیرکتیش رفتار میکردیم که یا وای ما رو میبیند و همه کاری مشکلی مون، همه وضعبینی مون گپ میزدیم. بعضی وقت کمک میکردن، کاری خانه را میکردن. بعضی کاری که مثلا چی کارها رو انجام میدادن؟ در قشلاق اون وقتا تلویزیون کم بود، همه سالهای خیلی پیش تلویزیون کم بود، ما میده بودیم. وقتی که تلویزیون لامپ تلویزیون میسوخت، ما انتظار میشیم که پدرمان سفرهای هنری انتظار میشیم که بیایم و با هم تلویزیون را ساز کنن. وقتی که می اومدن ما گپ میزدیم، میگفتیم که تلویزیون ویرانه یا که اگه آنتن تلویزیون که ویرانه، و با آسانی میگرفت تلویزیون عقفاشو میکشید و همون لامپش میگرفت درست میکرد. یا که اگر ای آنتن میشید، همون آنتن بالای بام میبرد، بالای بام میبرد آنتن ساز میکرد. خب جای مثلا ناموخته بودن طرز درست کردن تلویزیون، یا جای مثلا مکتب یگون نزد یگون استاد شاگرد نایستاده بودن؟ نه یگون وقت بعضی کاری که پدر ما انجام میداد، بعضی آدما حیرت میموندن. و یک جا خوندم که مثلا همقدر خاطره قوی داشتن که با یک نفر اگر یک بار وام میخوردن، بعد از 10 سال اگر صدایش را هم را میشنیدن، اون شخص را میشناختن. بله این خیلی بود. ما را از نفس کشی ما یعنی بگیم میشناخت، از طرز راهگردی ما رو میشناخت. یعنی کارهای ایجادیشان چگونه در خانه جریان میگرفت؟ اون اتاق کاری مخصوص داشتن؟ بله وقتی که پدرمون میومد، خانه ما خیلی درون به درون بود. خانه درونگی جای استراحتشون بود، جای کارشون بود، جای مشقشون، جای تمرینشون بود. وقتی در این خانه دم میدرم دم میگرفتن، بعد از دم گرفتشون میخواستن با تمرین میکردن، نگاه چیزای ایجاداتی نو میکردن. در پیدا کردن مثلا متن‌ها، شعرها کی کمک میکرد؟ غزل‌ها رو از کجا میخواندن؟ در هم قشلاق ما دایدم هستن، یک همسایه داشتیم، خیلی توار بودن، اما بسیار کمک میکردن. مستفیدای هم قشلاق که میخونده میتونستن. یکی در رایون که سالودین و خوبتر میدونن، معلم زیویف میگفتن، معلم زیویف کمک میکردن. بعضی ثبتاشون هستن، یعنی در
ماگنیفون ثبت میکردن و یا دیکتات میکردن ثبت میکردن. وقت پدری من گوش میکرد از همون ماگنیفون اما شعر از خود کرده و آهنگ می‌داد. خیلی زود از خود میکرده. بعضی شعرها رو به گفتی مادرم، به گفتی خیلی دوستایی که در برش کار کردن، به گفتی آنها به یک بار شنیدن از یاد میکرد. عجیب، واقعا عجیب است. خوب فکر میکنم که باز هم یک دستاویز آوردید از ایجادیات پدر. بله بله. از آهنگای پدر. چی ترانه است؟ گر من زی محبتت بمیرم. خب ما مشتاقیم که این ترانه رو نیست بشنویم. گر من زی محبتت بمیرم دامن به قیامتت بگیرم دامن به قیامتت بگیرم از دنیا و آخرت گزیر است ور صحبت دوست ناگزیرم ور صحبت دوست ناگزیرم از دنیا و آخرت گزیر است ور صحبت دوست ناگزیرم ور صحبت دوست ناگزیرم جز تو کس نداند در هر دو جهان من آن فقیرم در هر دو جهان من آن فقیرم آن کس که بجز تو کس نداند در هر دو جهان من آن فقیرم در هر دو جهان من آن فقیرم یک روز کمان ابروانش میبوسم و گفت بزن به تیرم ای بادی بهاری عنبرین گل در پای لطافتی تو میرم ای بادی بهاری عنبرین گل در پای لطافتی تو میرم در پای لطافتی تو میرم ای بادی بهاری عنبرین گل در پای لطافتی تو میرم در پای لطافتی تو میرم
صحبت دوست ناگزیرم و صحبت دوست واقعا هم یک ترانه جذاب بود که من از شنیدنش متاثر شدم. این سازی که حالا در دست دارید مال پدر است؟ بله، این اسباب تار است، میراث از پدر ماندگی است. گر پدر نیست کمانی پدری هست هنوز. بله. واقعا هم. شما مثلا بعد از آنی که پدر گذشتن در کجا صنعت موسیقی را آموختید؟ چون مکتب پدر را ادامه دادید. من تا جایی که میدونم در بخش فرهنگی ناحیه یاوان بله. یک مکتبی خاصه است، یک گروه خاصه است که همین مکتب را، همین ژانری که پدر میخواندن، پدر شما میخواندن، تقوی مراد خوشبخت، همون را ادامه میدین. جوانان زیادی هستن، شخصان زیادی هستن. من مکتب بچگان صنعت ناحیه یاوان رو ختم کردم. بعد از ختم مکتب دانشگاه صنعت ختم کردم. عین حال در بخش فرهنگ ناحیه یاوان به حیث راهبر انسامبل ترانه و رقص، انسامبلی که پیش وقت پدرم کار فعالیت میکرد، عین حال در اونجا راهبر انسامبل کار فعالیت دارم. و واقعا مثلا در یک منطقه، در یک مضافات، یک هنرمند در تمام جمهوری موفق شدنش خیلی دشوار است. بله. مثلا بیشتر هنرمندان میآیند در مرکز، در دوشنبه فعالیت میکنند، در برنامه‌های گوناگون شرکت می‌ورزند و موفقیت به دست می‌آورند. ولی تقوی مراد خوشوقتوف مثلا در ناحیه یاوان تمام عمر در اونجا کار می‌کردن. بله. ولی از همونجا آنقدر محبوبیت در تمام تاجیکستان به دست آوردن، آنقدر شهرت به دست آوردن که مثلا بسیاری ها در حیرت بودن. اکثر هنرمندان موفق تاجیک پیش هنر پدر شما تقوی مراد خوشوقتوف تعظیم کرده بودند. واقعا هم انگشت حیرت می‌گزیدند که چگونه این گونه یک هنر والا، این گونه یک مثلا صدای ناتکرار، آهنگ‌های جذاب رو می‌آفرند. خب مردم اون نفرانی که با پدر سر و کار داشتن، مثلا اهل عائله، چه خاطره ها از پدر میگویند؟ چه خاطره های جالب؟ یک خاطراتی که اگر این اکای صلاح‌الدین هستن، یک عمر همراه پدر من بودن، نوازنده شدن. اگر امکانیت باشه یک خاطرات شده اکای صلاح‌الدین گپ بزنم. صلاح‌الدین عبیداللوف یک نفر مطرب که مثلا تمام حیاتش را با تقوی مراد خوشوقت گذرانده است و امروز مثلا با فرزنده ایشان سر و کار دارید. چه خاطره ها دارید از ایشان؟ راستی گپ من از خردی عاشقی آواز استاد تقوی مراد خوشوقت بودم. گمان نمی‌کردم که همراه استاد نوازنده میشم. البته آرزو می‌کردم، چون که در آن زمانی که الکای من به سن 18-19 ساله بودم، الکای استاد در مقیاس جمهوری مشهور بودم. بعد یک نوازنده همراه ما در توی مرکه میگشتیم، سبب شد ما همراه استاد به کار آمدیم. وقتی که بار اول استاد رو دیدم، راستیگه به هیجان آمدم. اون کس بسیار شخصی سرطلب بودن نسبت به کار، نسبت به فعالیت هنری ما. خودشون هر یک موسیقی رو بسیار گشته و برگشته تکرار تاکید میکردن که نوازیم، به خطا نوازیم. خاطره ها هستن که کنسرتشون شد. بار اول وقتی که من همراه استاد در اسباب سینتزاتور می نواختم، تولا رو دیدم. قبول مردم وقتی قرصک زنی اولی بار قرصک زدن مردم چخیل قبول کردن، در اونجا من همین خیلی سرم چرخ زد، به خود همین خیلی وای شدم. بعد لحظه که الکای برنده دفعه دیگه سرود رو اعلان کرد، بعد به خود آمدم و راستیگه بعد با نواختن شروع کردم. یک خاطره دیگر همین که در داخل ماشین ما همراه بودیم، یک گفت که در این ماشین یک وای هست، زنبور هست. در اونجا آواز ماشین گیرم بود، صدای همون زنبور رو فهمیدم. خیلی بسیار یک قوه حافظی نقض داشت. عجیب. تا آخر عمر با اون کس کار کرده تا اون وقتایی که در حیات بودن؟ بله.
то лаҳзаи охирин як сафар доштан шумо, сафарҳои хориҷӣ ки мерафтан ҳамроҳашон мерафтед? сафарҳои хориҷӣ ба узбекистон ҳамроҳ рафта будем, ба ҷумҳурии Эрон ҳамроҳ сафар доштем. мехостам аз ин сафаре ки дар Эрон доштан, ман то ҷое ки шунидам, вақте ки ба саҳна баромадан мардум бетаваҷҷӯҳ буданд. аввал бо Тағои Мурод Хушвақтов фикр карданд ки як нафари оддӣ аст. вақте ки суруд мехонанд, вақте ки масалан нолаҳои сурудро бо як овози гиро мехонанд, ҳама дар ҳайрат меафтанд. шумо будед унҷо, шоҳиди ин ҳодисаҳо будед, чӣ гуна шуд? ҳамин хел толор ба толор нигоҳ мекунед, қатори аввал, қатори дуюм нишаст. ҳамин ман ҳис кардам ки баъзеҳо аллакай дар вақти суруд хондани устод, шояд ҳамин суруди ки ҳоло Акмалҷон иҷро карданд, баъзеашон ашк дар дидаҳошон дида мешуд. бисёр хуб пазироӣ карданд. сурудҳои устод, албатта сурудҳо ҳам овозашон гиро буданд, ҳам сурудҳоеро иҷро мекарданд ки хеле аз нигоҳи маънӣ ҳам сурудҳои баланд мазмун буданд. воқеан ва бештар мурур мекарданд ба ашъори классикон, ба адабиёти классикӣ мо, ва он қадар зебо, он қадар моҳирона оҳанг мемонданд ки ҳар шунаванда мутаассир мешуд ва ҳар кишваре ки мерафтанд бо забони ҳамон кишвар суруд мехонданд. чунон ҳамон сурудҳоро месароиданд ки шунавандаи ҳамон кишвар, шунавандаи ҳамон забон ҳис намекард ки як нафар бегона ин сурудро мехонад. бале, боз як хотираи дигар, мо вақте ки дар шаҳри Волгоград давлати Русия қарор доштем, дар назди коргарони ҳамин тоҷик баромад мекардем дар як бошгоҳи саҳроӣ. дар он ҷо ба фикрам аз консерватория кадом як қисми ҳарбӣ навозандаҳои ҳамон вай иштирок доштанд. дар он ҷо ман вазифаи барандагиро ҳам иҷро мекардам, азбас ки дар хориҷи кишвар будем. омадан маро даъват карданд, пурсидам бо забони русӣ ки ҳамин кас ягон мактаби мусиқӣ хондааст? ва мо вай кардем ки не. онҳо бовар накарданд, ҳатто гуфтем нобино аст, бовар накарданд. баъд суруди русии калинкаро хоҳиш кардам аз устод ки боз иҷро карданд. онҳо ҳама аз ҷо хеста ҳамроҳи ҳамватанони мо рақс карданд, бисёр қадрдонӣ карданд аз устод ки чӣ хел зебо ҳамин сурудро иҷро намудааст. ташаккури зиёд. сурудҳои озарӣ ҳам суруданд, сурудҳои узбекӣ зиёда, шояд аз 10-15 ғазалҳо аз худашон оҳанг монданд ё ки аз дигаронам мехонданд? масалан оҳангҳои дар пайравии Фахриддин Умаров, Ортиқ Отаҷонов, ҳамин ба фикрам сурудҳои онҳоро, барое ки ман огаҳӣ аз сурудҳои узбекӣ кам огаҳӣ доштам, аниқ намедонам, шояд аз ҳаминҳо бошад. бозхонӣ мекарданд. Бобо Мурод Ҳамдамов аз онҳо бозхонӣ мекарданд. аҷиб, воқеан аҷиб. ташаккури зиёд, хаста набошед. воқеан хотираҳои ҷолиб аз эшон доред ва фикр мекунам ки боз ҳам хотираҳои зиёди дигар дар зеҳни шумо ҳаст ва ҳар вақте ки бо масалан писари эшон кор мекунед ва ё ҳар вақте ки бо мардум суҳбат мекунед, шояд ки мардум низ аз он зиёд ёд мекунанд. саломат бошед. ба шумо ҳам ташаккур ки ин барномаро ташкил кардед ва гумон мекунам ки мусиқии суннатии моро ба насли ҷавон ошноӣ медиҳед. албатта насли ҷавон ҳам гумон мекунам аз гузаштагон пайравӣ хоҳанд кард. мусиқии суннатии мо албатта аз миён намеравад. ташаккури зиёд ва боз ҳам фикр мекунам навбати созу суруд аст. акмал, чӣ тарона ҳоло тайёр кардед ки пешниҳоди бинанда созед? айни ҳол як суруди шодрамон падарамро ба ҳамроҳи бачаҳо тайёр кардем. суруди бисёр маъруфу машҳур аст, афсун кунам. хуб, бифармоед. марҳамат.
هر زمان گویم کی از دل مهر او برون کنم لیک با خود بس نمی آیم ندانم چون کنم گر نهم گریان سران در کوه بلالی لباش گر نهم گریان سران در کوه بلالی لباش سنگ ها رو چشم سازم چشم ها رو خون کنم سنگ ها رو چشم سازم چشم ها رو خون کنم جای تکبیر و دعا خواهم زی لیلی خیسه خوام جای تکبیر و دعا خواهم زی لیلی خیسه خوام تا که از روی گذر بر تربت مجنون کنم که از روی گذر بر تربت مجنون کنم مجمری غم دل بی سوزانم چون بالا در چنگی فراقش گر بدل خانو کنم کشته شو جامی زهج افسانه ای وصلش چی سو کشته شو جامی زهج افسانه ای وصلش چی سود مرغی بسمیل کی زهج صد بار اگر افسون کنم هر زمان گویم کی از مهر او برون کنم لیک با خود بس نمی آیم ندانم چون کنم لیک با خود بس نمی آیم ندانم چون کنم بغیر از اونه که شما مثلا ترانه های پدر رو زمزمه میکنید بغیر از اونه که ادامه دهنده مکتب پدر هستید از کارهای ایجادی خودتان حرف زنید خب تا این وقت چی ترانه ها ایجاد کردید با کدام کارهای ایجادی مشغول هستید از ایجادیات خودم راستی گپ در همه چورابینیایی که ساعتی ناحیوی میشود و ولایتی میشود از ایجادیات خودم سرود در وصف وطن تاجیکستان در وصف چکن و سرودای لیریکی عاشقی یک چند سرودو از ایجادیات خودم دارم. شما کی مثلا سراینده هستید بیشتر با مردم سر و کار دارید خب در بزم‌های اشتراک میکنید مردم از تقای امراد خوشوقت از پدرتون فکر میکنم خاطره های خیلی زیاد دارن بله
شاید مثلا وقتی که در یگان بزم هستید از پدرتون یاد میکنن، از پدرتون حرف میزنن، خب اصلا چی میگویند؟ وقتی ما در یک بزم بودیم، در یک توی بودیم، بین توی در چخی رقص و بازی یمی با ذوق رفته شده، بچه ها هم رقص و بازی دارن، توی دار ناراضی نگاه دارن. اهمیت ندادیم، خیلی خواندن گرفتیم، بچه که یمی بزم دوام دادن گرفتیم. بعد بس کردم، بعد برنده گپ زدیم و اومد. گفت مادر گفت یک تبه خون، ای پدرت بخون. من میرم خواب میرم، بعد تو خواندن گیری برای یگو. بعضی مخلصاشون هستن که میگن برای ما بخون تو. طلب میکنن که سرودای پدر سرودای پدر بخونی، که سرودی استوری چنار بسیار طلب میکنه که سرود استوری چنار بخونی، که سرودی نمی افسون کنم امیر بخونی، که سرودی مادر بخون گفته. فکر میکنم که اکثر سرودهای تقویمات خوشوقت رو مردم حفظ کردن، از خود کردن. شاید هنگامی که در یگان بزم شما آنها رو زمزمه میکنید، همراه شما برابر میخونن. برابر میخونن. در کجا همین مکتب رو بیشتر پیروی میکنند؟ جوانان بسیار هستند، در ناحیه خودمان هم هستند، بسیار بچه‌ها میخونند. در همین شهر دوشنبه هم میخونند، در همین اینستیتوت صنعت هم، در کنسرواتوری هم هستند بچه‌ها. هر وقتی ما را میبینند طلب میکنند که اگه سرود پدرتون تید یا که میخونه، که بعضی آموزگاراشون گپ میزنن که همین سرود پدر تیم شاگردا مونده، تیم از خود کنن. بسیار جوان‌ها زی سرود دریا جالا بسیار موفق آمدگی برای جوانان بسیار امور را میخواند در کنسرواتوری یا که در دیگر. خب در خانه بغیر از سازی که حالا در دست دارید، از پدر باز کدام سازهای موسیقی عموما چی به میراث مانده است برای شما؟ از پدر در خانه ایمی تور دو تور هستند، اسبابای غیجک هستند خانده و اسبابای ربابی افغانی هستند، یا چند اسبابای موسیقی هستند. فکر میکنم که این سازهای موسیقی به فراموشی نمی روند و حتما که شما با هنر خود آنها برای هنر شما کمک میکنند. حتما که این سازهای موسیقی را شما می نوازید و از با آنها سرود میخونید و تشکر میگیم برای شما. سلامت باشید. روانی پدر شاد باد. و سلامت باشید. با ترانه هایی که امروز شما بیننده ما گرداندید، خاطره های یک نسل رو شما بیدار کردید، خاطره های یک نسلی که با ترانه های پدر شما، با ترانه های تقویمات خوشوقت بزرگ شدن. شاید که در زیر همین نواها خاطره های جالب، بزم های دلنشین داشتند و برای شادی های خود این ترانه ها را استفاده بردن. بگذار که عصرهای عصر، سالهای سال همین مکتب، همین ترانه ها به یادگار باشد. باز هم نسل های آینده، هنرمندای جوان این ترانه ها را بازخوانی کنند و به شما تشکر میگویم. فکر میکنم که با یک ترانه دیگر و برنامه حسنی انجام میبخشید. چی ترانه است که در انتهای برنامه پیشنهاد میکنید؟ یک سرود دیگر از پدرم میخونم، سرود با نام خوشدار شدم به دختری سیر کاکل. خب تشکر زیاد. فکر میکنم ترانه شوخ است. بله. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه خاطره ها رسیدیم. تمنا داریم که زندگی خوش و بیغم داشته باشید و خاطره های نیکی زندگی خود را همیشه به یاد بیارید. خوشدار شدم به دختری سر کاکل، هر کاکل وی در نظرم دسته گل. من صدقه شوم به تو ریموی سنبول، دارم جیگری کباب مثلی بلبل، دارم جیگری کباب مثلی بلبل.
زنجیری سری زلفی تو مجنونم کرد اینو دیدن روی تو جگر خونم کرد اینو گه نظرم فتاد بر خالی لبش اینو گه نظرم فتاد بر خالی لبش خالی لبی تو دیشر بیرونم کرد خالی لبی تو دیشر بیرونم کرد به خود میار آوردمی های از تو تی مزفرینی حال آوردمی های از تو تی مزفرینی حالا نگیری های از تو تی مزفرینی حالا نگیری انا یک یارک شوخی به قرار آوردمی های یارک شوخی به قرار آوردمی های یارک شوخی به قرار